بسم الله الرحمن الرحیم. علمای برجسته اسلام چون شیخ صدوق که کتاب نوشته به نام من لا یحذره الفقه، یکی از کتاب اربعین شیعه است که هیچ فقه تا هنوز مثل این کتاب نیاورده. اینا از دامن مادران پاک به این روزگار رسیده اند. اسلام چقدر ارزش قائل شده اند برای امر مقدس خانه و خانوادگی، به خصوص رابطه بین زن و شوهر که مقدس باشد. خود پیغمبر اسلام فرمودند اگر سجده به غیر از خدا واجب می بود، من واجب می کردم، امر می کردم زنها را که بر شوهرشان سجده کند. و همچنان فرمودند اگر این زن شب و روز خدا را عبادت کند و روزه بگیرد و نماز شب و تهجد بخواند، کارهای خیر انجام بدهد، این تا که حق شوهر را ادا نکرده، حق خدا را هم ادا نکرده است. یعنی حق شوهر تقدم بر حق خدا دارد. اگر شوهرش از این زن راضی نباشد، خداوند هیچ عمل صالح این زن را نخواهند پذیرفت. این روایت را نگاه کنید. وقتی که معاذ بن جبل برگشت از شام، پیش پیغمبر به سجده افتاد. پیغمبر فرمود معاذ نه این کار را نکن. اگر سجده به غیر از خدا واجب می بودن، من زنها را امر می کردم که بر شوهراشون سجده کند. این موضوع را موضوع مودت و محبت را می رساند که چقدر مهم است، چقدر اسلام واقعا به این امر اهتمام ورزیده است. چون از زنا پسران صالح به دنیا آمد. اگر بین زن و شوهر دعوا و جنجال و ناراحتی باشه، اینا چطوری میتونه فرزندان را تقدیم اسلام کنه؟ چطوری شیخ صدوق را، شیخ مفید را